ای ابلیس، به آدم سجده کن. نه، تعظیم نمی کنم. این همه بندگی تو رو کردم، حالا بیام کشی آدم رو کنم. پس تو از بهشت به جهنم رانده خواهی شد. بکیرم یه دهنی از تو بگام آدم. یه کار میکنم تا ابد سر یک همدیگه رو بگا بدین. نمیشه داروهاشو تو دفترچه خودم بنویسی که ارزون در بیاد؟ یا شکر تازه گفته آب و برق مفتی هم میده، نفتم قراره بیاد سر سفرمون. آخ جون، ما هم که عاشق مفتخوری. حال بودیم کو آب و برق مفتی، کو پول نفت میگفتی، هیچ ملتی نخور. کوسکشی گفتم من حکومتی هم و خوبی به شما نیومده. از این بعد راه در جهان یکیست و آن هم خارکوسته بازی است. و سلام. حاج خانم، دعای خیر یعنی چی؟ دعای خیر یعنی دعایی که هر چی ما میخوایم خدا میگه خیر. شب میخواست بهش ندادم. اشکال نداره، گریه نکن. همون که میخواستی بدی خیرات کن. پرده نبود که فرش بود. دروغ میگه، به خدا فرزند نداد شورتمو در بیارم، از رو شورت کرد، شورتمو سوراخ کرده. Yerinde dur, o seni bulur.